در هر یک سامانه که میدهند خدایا به 700 عوض ده. خدایا دولتشان از زیاده بگردان. آن کسانی که امروز کسب سخاوتی دارند، آن کسانی که امروز خیر احسان میکنند، ملائکه های رحمت دعا میکردن پروردگارا دولتشان از زیاده بگردان. خوش به حال همون برادران با دولت، خوش به حال آن برادرانی که امروز دست سخاوت دارند، از این دعای پیغمبر خدا برخوردار میشوند که اللهم اعط منفقا خلفا. در حق ما و شما یک داملا دعا میکنه چند قدر خرسند بشیم. در حق ما و شما یک شیخ دعا میکنه چند قدر خرسند بشویم. وقتی ملائکه در حق تو دعا میکند که خدای مهربان فلانی ابن فلانی که دولت دارد لیکن با از دولتش دیگر بنده های تو را برخوردار میکند، خدای دولت زیاده بگردان. ملائکه در حق تو دعا میکند. دومش چی میگوید؟ اللهم اعط السلام علیکم برادران اهل اسلام، رحمت به همتان که این قاری جان را دستگیری کردید. خیلی خرسند شد، در حقتان دعای خیر کرد. این توبه چه سر کردند. 81,000 روبل روسی جمع شد. 50,000 سامانی برای توبتش گفتگیان. اگر باز یک بار حرکت دیگر کنیم، دستگیریش کنیم، الله برکتتون میدهد. این کارتای خودش و رقم های تلفنشان. کسی میتواند تا چنین امکان کمک کند، کسی نمیتواند دعای خیر کند. کسانی که آگاه نبودند، انیخترش این که قاری بچه قاری قرآن بوده و کسلی دل گرفتار شده است. برای کمک التماسی بسیار دارد. سلام علیکم و رحمت الله برادر اهل اسلام. اینجا برادر داریم قاری بیمار بوده. احوال وی خواستیم خبردار شویم، امروز وی صحبت کنیم. یکی اولا بخشش همه شما برادرها که قاری التماس کردن و شرم داشتن که روشون نشان تیان، برای وی بخشش یکم شک و شبه و یکم خیلی فکر نکنی. قاری نخواست که روشن نشان تیان، مقصد شرم داشته. امروز قاری بیمار یا صحبت کردنیم. خدا خواهد. سلام علیکم قاری. چقدر قاری سازی؟ اولتون بده یا؟ بیماری ها چی گفتن تا؟ دکترها چی کسا گفتن تا؟ دلت کسا نمیگن 50,000 سومون دا باید چینی کنن. توبت کنه باید ها؟ شرایط زندگی چی خیلی گفتن؟ بهت سیسته، شرایط بهت سیسته. شرایط که ساز میشید من مثال دا این نمیگفتم که مجبور میشدیم. کسایی که خیر میکنن یاردمت میکنن در حق وی چی گفتنی؟ خداوند سایبینشون کنه. خداوند سپوره از یاد کردگی ما با هر یک آدم پناهندگی و میبخشون. خداوند در پناه الله نگهدار. بله. این برادران معذرت که قاری باز میگم که نشان نداروشه، اما دعای خیر کرد که خداوند هر کسی که در راه خدا به خاطر رضایت الله و رسول برای ما خیر میکنه که من توبت میکنم، خداوند این ثواب پاره که از خود کرده، میگه 30 پاره که از خود کردم، خداوند حساب وای برخوردارشون بکنه. میگه خداوند های نمره کارتام میپرتم. هر کسی که خواهش داره برادری مجبوری نیست، هر کسی خواهش داره همت داره، خداوند از اوره میکنیم که ثوابش اجر و در دنیا و آخرت نصیبشون کنه. اعط ممسکا تلفا. خدایا تو میدانی که در این مملکت چند قدر بای است و میدانی که اونها بخیل هستند، میدانی که اونها به کسی یاری نمیدهند. هر چی که میابند فقط در جان خودشان صرف میکنند، هر چی میابند فقط برای معیشت دنیا استفاده میبرند، هر چی میابند فقط در ذات تو عصیان میکنند، هر چی میابند در راههای نادرست صرفشان میکنند. ای خدای مهربان، مادامی که این خیل باشن، ما دعا میکنیم که اللهم اعط ممسکا تلفا. خدای مهربان همین ممسک ها را، همین بخیل ها را دولتشان شکسته بگردان. خدایا دولت از دست اونها بگیر. گفته مال و ملک اونها را تله و تاراج بده. این ملائکه ها در حق اونها دعا میکرده.
چی دعای بدی هست. ما می توانیم که از دعای بد اینها نجات بیابیم زمانی که اگر دستی سخی داشته باشیم، دستی سخاوت داشته باشیم. الحمدلله که امروز شکر کردم در کار که خدا ما را مال داده است، خداوند ما را دهنده کرده است. این را باید شکرانه کنیم. یک زمان ما پیش ما فکر کنیم، یک 5 ساله ما پیش ما فکر کنیم کی بودیم. الحمدلله که امروز الله ما را صاحب دلار کرده است، امروز صاحب این قدر مبلغ کرده است. پس چرا بنده های خدا را دستگیری نکنیم؟ زیرا که یک زمانی مثل همینها بودم منم. حضرت مولوی رومی را خدا رحمت کنند میگه گفت پیغمبر که دائم بحر پند 2 ملائک خوش منادی میکنند ای خدایا منفقان را سیر دار، هر درمشان را عوض ده 100,000. میگد ملائکه ها میگفتن پروردگارا منفقان کسانی که خیر احسان میکنند، ای پروردگار همین منفقها را تو میشناسی میدانی، کسانی که خیر احسان میکنند هر درمشان را عوض ده 100,000. خدایا آخی ذات تو قدرت دارد که در عوض 1 درهم 100 درهم دهد، در عوض 1 سامانی 100,000 سامانی دهد. خدایا ما دعا میکنیم که همین منفقا را، همین کسانی که خیر احسان میکنند در هر خراجاتی میکردگیشان 100,000 نصیبشان میگردان. لیکن در دوم ملائک چی میگفت است؟ ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان. خدایا آن کسانی که مال دارند، پول دارند، لیکن غیرت ندارند، لیکن در راه تو صرف نمیکنند، دعا میکنیم که خدای مهربان هر یک زمان بالای اونها یک زیان بیار، هر یک زمان بالای اونها یک بلا بیار، هر یک زمان اونها را در یک مشقت گرفتار کن تا که اون مالی که جمع کردن در همون راه نادرست صرفش کنند. این از پند عزیزان ما و شما. این از برای آن کسانی که اگر سخی باشند، آن کسانی که در دنیا سخاوت برای خودشان اختیار میکنند، انشاءالله هم در دنیا هم در آخرت اونها سربلندند. حضرت سعدی را خدا رحمت کنه میگه زر و نعمت اکنون بده کان توست. چگونه یک کان طلا و کان نقره وجود دارد که به خودش یک صاحب داشته باشد؟ میگه امروز این مال و ملکی که در زیر تصرف دست تو است، تو سردار همون کان هستی، تو صاحب همون مال و ملک هستی. الحال زمانی که تو حیاتی، زمانی که تو قدرت داری. ببین زر و نعمت اکنون بده کان توست که بعد از تو بیرون زی فرمانی توست. وقتی تو چشمکی پوشیدی، وقتی که آوردن تو را 4 تکبیر صلات جنازه را خواندن، وقتی بردن در قبر که گراندنود، بالای مال و ملک تو وارثای بسیار پیدا میکند. تمام دیگر تو از این مال و ملک هیچ چیز دیگر تقسیم کردن نمیتونی، زیرا تمام وارثی تو تمام شد، سرداری تو تمام شد. به دنیا توانی، در دوام میگوید به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. به دنیا توانی عقبا خری، میتونی که تو جنت در همین دنیا الکی از خود کنی، زمانی که اگر از مال و ملکت برادرها تا برخوردار میکنی. و الا زمانی که قبر میروی، در قبر، خانه قبر وقتی که ترا جای میکنن، و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت ويقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. این بهترین حکمت است، بهترین مثالی هست که پروردگار در قرآن برای تمام آن کسانی که این حسرت به قبر میبرند خبر میدهد. خداوند گفته و انفقوا، ای بنده هایی که امروز صاحب دولت و مال هستید، نفقه کنید، مالهاتون در راه خدا خیر احسان کنید، زیرا زمان مرگ بالای شما می آید.
احدکم الموت فیقول ربی، وقتی جان دوباره میگوید در تو خداوند که جای میکند چی میگفته؟ ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب. پروردگار من یک آدمی با دولت بودم، یک آدمی که خیر پول زیاد از پسم باقی ماندم، ازا تو قدرت داری که همین بالای قبر کشاده کنی و بار دیگر مرا خانم روان کنی. ای خدای مهربان زاره میکنم، تولا میکنم، یک بار دیگر مرا از همین زندان کشاده کن، خانه میرم. به مقصد چی؟ اکون من الصالحین، بهترین بنده تو میشم و بهترین سخیگی را برای خودم اختیار میکنم. ای پروردگار رخصتم بده. خدا چی میگفت؟ از ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. ای بای حسرتی، این پروردگار تو میدانست که تو با کدام عمل چنگ میزنی. از این خاطر هر کسی که در این خانه قبر آمد، خدا چی گفته ایستاده است؟ ولا یؤخر الله نفسا، دیگر دوم باره بازگشت به سوی خدا خانه نداره. تمام، هر چی کاری دی، هر چی کردی، الحال جزاش میگیری. مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. وقتی مرده را که میبردند، این جان 50 ساله و 60 ساله‌ای که در وجودش بوده است، از بالای قبر بد نظارت میکرده است و می نگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم بر خویش. جان ملامتش میکند ای انسان، تو از چی کم بودی؟ خانه های خوب داشتی، یک زنم نه قریب 4 زنم داشتی، 3 زنم داشتی، فرزندای زیاد داشتی، مال ذخیره داشتی، همه شرایطت آماده بود، هیچ کم بودی در تو نبود کو. چرا حکم خدا تا اجرا نکردی؟ چرا سخن پیشواها را گوش نکردی؟ چرا فکر کردی که پیشوا برای خودشان میگویند، حالا که پیشوا پروای پولی تو نداره؟ پیشوا برای جان تو میگوید، پیشوا برای راحتی تو میگوید. می نگوید به نفس ای بدکش، ای بدفعل، ای بد اخلاق، هم به من ساختی و هم بر خویش. هم به من ساختی و هم بر خویش. عاقبت حال این چونین برده، چون نکردی عمل بفرموده. میدانستی که عاقبت مردن هست. این مال و ملکم اگر دنیا را که گیرم، عاقبت قبرستان میرم. ایرا میدانستی تو، زیرا خداوند خبر داده است کل نفس ذائقة الموت، همه شما مرنده هستید، هیچ کدام شما در دنیا باقی نمیمانید. جان به او ملامت میکرده است. همین میدانستی کو، میفهمیدی روز از روزها وارد قبر میشوی، چرا اصلاح نشدی؟ چرا سخن خدا را قبول نکردی؟ این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت؟ میخستی، زن میگفتی، فرزند میگفتی، مال جمع میکردی، الحال منکر و نکیر میآیند، الحال ملائکه های پرسنده میآیند، الحال این قبر تو یا به روضه از روضه های جنت مبدل میگردد یا با چقوری از چقوری های آتش دوزخ. چرا این کار نکردی؟ چرا این عمل نکردی؟ الک پیش از ملائکه ها جانش ملامتش میکند، جانش زیر تنقید قرارش میدهد. این که میخیستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بود از مال و جفت، از مولای خود چی خواهی گفت؟ کنی همون فرزندت، کنی همون عائلت، کنی همون مالهایی که غمی اونها را میخوردی، کنی اونها در قوتی تو نیستن کو؟ گوش باید که بشنود این را. حضرت میگوید برای این سخنهایی که از زبان این پیشواها صدا داده ایستاده است، برای این گوش انسانی در کار. گوش باید که بشنود این را، بکند فکری جان شیرین را. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. حضرت میگوید عقلهاتون در کار درارید، مالهاتون نصیب کند، خدا با از این مال زیاد دهد، لیکن بنده های خدا را، محتاجا را فراموش نکن، همسایه ها تا فراموش نکن.
یتیم بچه هایی که امروز پدر و مادر ندارند در صغیره خانه ها خوابیده هستند، اونها را میفارد مثل فرزند تو کستون و بروک داشته باشند. اونها را میفارد که در لیسه های بلندترین خوانند. اونها را میفارد که آینده خوب داشته باشند. اونها را کمک کن. اگر تو غیرت داشته باشی یکی اونها را رفته از اونجا بگیر، بیار در پهلوی فرزند در خانه خواب کن، تربیتش کن، برو به وایه برسان. این از قاعده اسلام، این از حکم پروردگار. افضل صدقتی ان تصدق و انت صحیح شحیح. پیغمبر میگه افضل ترین صدقه کدام صدقه است؟ همان صدقه ای هست که انسان در حالتی که تندرست است، در حالتی که همه قوه در دست خودش است، انا همون حالت در خیر احسان میکنه. تخشى الفقر و تعمل الغنا. بین وقتی که میگوید بهترین صدقه هم صدقه ای هست که وقتی وای میبرارد $100 یا $200 برای در راه خدا دادن، وجودش میلرزد، وجودش میلرزد، ترس فرا میگیرد ویا که این $100 میدانی آخی از اون دادن در خانه صرفش کن یا در یک کار صرف کن. این وسواس شیطان است، نده، میترسانش. تخشى الفقر و تعمل الغنا. این در باقی مان باز دولت زیاد میشه، تو به دولت آدم هستی. گفته این وسواس ها را پیدا میکنه. پیغمبر گفت انا همین حالت اگر انسان نترسد گوید باقی ندارد. $100 شمیتم، $1000 دیگه در پس دارم، شکر. $1000 هم که دادم، $100,000 دیگه در پس دارم، باقی ندارد. با غیرتانه میبرارد در راه خدا، در راه مردم های محتاج و مستحقا وقتی میدهد. این پیغمبر گفتن افضل صدقه، این بهترین صدقه است.